السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان و برادران عزیز، همین ویدیو شاید برای شما یگان منفعتی برسان. ازتون خواهش از لایک شما و از کامنتاری شما یگان چیز برای شما انشالله که یعنی زحمت هم نیست، برای آنی که دیگران ببینن، شاید که برای یکی از ما و شما درس شوه همین روزها. برادران عزیز، هر این سخنهایی که ما حاضر این حال گفتنی هستم از سوزش قلب است، برای آنه که الله سبحانه و تعالی هر یک کدوم ما و شما را برادر میخوانه. در قرآن عظیم و شان انما المؤمنون اخوه، بدرسی که همه مؤمن ها برادر هستند. البته که ما و شما برادر هستیم، از همون خاطر ما میخوام که گفته خدا و گفته رسول خدا صلی الله علیه و سلم برای سمع شما برسانم. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرموده است که دین نصیحت است. یعنی حتی الله سبحانه و تعالی میگه تواصوا بالحق تواصوا بالصبر، یعنی مردم را توصیه کنین، دعوت کنین به سوی حق و با صبر. خب دوستان عزیز و برادران عزیز، یعنی نوشته ای که بیجار دیدین چگونه نوشته است، در همون بابت میخوام صحبت بکنم. یعنی بسیاری برادرها زنگ میزنن، یعنی صاحب مشاهده همین حال کار شدگی هستیم، دیدگی هستیم، و بسیاری برادرها زنگ میزنن، حتی انسانایی که میشناسیمشون همونها زنگ میزنن میگن سوید من بتین، ما نمیدونیم که چیشون بگیم، از سبب اونه که شک مستعینی میشیم، یعنی در بین با زبان ارسی هم خوش میکنیم. بعضی بگیم برادرها زنگ میزنن که یعنی اویلم 2 سال شد مثال از سببی که مشکلی، به سببی که زندگی نتونستم رفته تاجیکستان، 2 سال شد نرفتم، میرم علاکه یعنی اویلم حامله دار است، نعوذ بالله 4 ماه. بعضیش نعوذ بالله مثال میگه داخل خانه میشم با دیگر مرد. بعضیش مثال از سببی که مرد نعوذ بالله رشک کنه با دیگرها هم خوابگی میکنه و میره با مرد خود، یعنی با شوهر خود میرسونه همین سخنها را، تا اینکه همین شوهر اوی چو کنه یا ریب نواد کنه نعوذ بالله. از این حال ما نمیدونیم که چگونه یعنی مردم همین را قبول میکنن. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم یعنی نصیحت برای جوانانی که زنگیر هستند، یعنی هر چیزی که برای خودت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه میخواهی برای برادر همون چیز بخواه، و همچنین برای برادرانیم که زنگیر هستند میخواهند زن بگیرن. یعنی بسیاری هاش زنگ میزنن که برادر یگان خواهر مسلمان نیست، ما زنگیر هستیم دیگه و دیگه و دیگه. جا مکان ما برای این نیست، برای طلاق نکاح و برای یعنی زن دادن و شو دادن این گونه نیست. بعضی خواهرها هم سوال میکنن، بعضی برادرها هم سوال میکنن. المهم پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرموده است که یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج. او جوانانی که شرایط دارن، شرایطون مهیا هست، زن بگیرین. اگر که شما شرایط ندارین پس روزه بگیرین. یعنی زن گرفتن یکی از سنت های رسول خدا صلی الله علیه و سلم است. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده است که زن بگیرین، امتان ما را زیاد بکنین، تا اینکه روز قیامت ما فخر کنیم که امتان ما زیاد است. یعنی بین دیگر انبیاء، دیگر نبیاء، دیگر پیغمبرها ما فخر کنیم که امتان ما زیاد است. الحمدلله. و همون خاطر یعنی ما زن بگیریم، چون پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرموده است که زن بگیرین با 4 خصلت. یکی از اونها یعنی دیندار باشه. برای چی دیندار انتخاب کردیم؟ برای چی دیندار پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم برای ما و شما توصیه میدیه؟ برای چی برای ما و شما نصیحت میکنه دیندار بگی؟ یعنی میگه با 4 خصلت بگیرین. یکیش که انسان چیکار کنه؟ یعنی حسن و جمال خوب داشته، یعنی بگیری تعبد بکشه که با هم خوابی کنی، از او فرزنددار شه. یکم دیم از ذریات خوب باشه، یعنی اهل اولاد خوب باشه، یعنی پدر مادر و اهل اولادش جادوگر نباشن، انسانایی که باشن که چه کنن خوب باشن، با نماز باشن، با طاعت عبادت الله باشن. همین گونه یعنی صفات ها رو ما نگاه میکنیم. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم چه فرموده است؟ یعنی بختون ضرور بشمارین دیندار را. برای اینکه زن دیندار باشه، این زن مدرسه فرزندی ما و شما هست. یعنی فردا این زن تربیت میکنه کودک‌های ما و شما را. اگر نعوذ بالله مادری که توی فرزندی که نماز نخوانه،
مادری که فرزند یعنی مادر نماز نخونه چگونه فرزند خود را تربیت با نماز میده؟ پدری که نماز نخونه چگونه فرزند خود را تربیت با نماز میده؟ چگونه او را میگه که بچه‌م بیا سوره بخوان؟ یعنی بعضیا در این حالت جین خوانی میشه که یعنی بفهمی که همین جین است یا شیطان یا که همین انسان خودش است، میگو لا اله الا الله محمد رسول الله بگو سبحان الله، حتی همین را گفتن نمیدونه. بعضی هاش میگن با غلط با خطا. از همون خاطر دوستان عزیز یعنی حرکت کنین با آموزان علم. حدی اقل گفتی که در نماز ما کدام سوره ها را میخوانیم بی خطا باشن، کدام آیت ها را میخوانیم بی خطا باشن. ما نزد پروردگار یعنی قایم هستیم، نماز میخوانیم، به الله سبحانه و تعالی راز و نیاز داریم. اگر که انسان که دیندار نباشه دیگر گناه ها یعنی برای او میسر است، یعنی پرواش نداره. اگر انسان دیندار نباشه، خوف الله در دل او نباشه، همه دیگه گناه ها براش راضی میدونه، یعنی باکی نداره نعوذ بالله. یعنی اون برادر نشستیم با امروز صحبت که گفتیم خیلی برادر میشه سبحان الله اولاد نماز میخونه؟ نه. ستر حجاب میکنه؟ نه. یکون کارا نمیکنه. آخه گفتم مدامی که این گناه کنه این کارا کنه. همه انسان یک نیست، نیکی مدام اطاعت عبادت الله که دور باشه. گفتم چی میخوای برادر عزیز؟ اولش که یعنی انتخاب کنی، بکوین، صبر کنین، زنی دیندار، زنی صالحه، زنی پاکدامن که آینده او فرزندهای تو رو با تربیت میکنه. در خانه که نباشی تو خانه تو را قلوری میکنه، نعوذ بالله قهر نمیکنه ببرای بروا. وقتی زنی دیندار باشه با اون خاطر یعنی حرکت کنین دیندار را بگیرین. انسانی که این اطاعت عبادت الله کرده بدانه، نماز خوانده بتانه، تلاوت قرآن بکنه، کتاب ها را کم کم مطالعه کنه، وقتی بکاری نشینه سریال ارتگرو و دیگه راش تماشا نکنه. طوریت که سریالی که ایندیست که فیلم انتظار باشه که کی پیدا میشه و کی میبرایه تو اینکه سریال اونها را تماشا کنه. زمون خاطر یعنی الله سبحانه و تعالی این گونه خواهران و اپاها و دیگر راش توفیق بندگی عطا فرماید و برای راست هدایت چون کنه. و انسانایی که بزن هستین الله براتون زنهای صالحه و سالمه و پاکدامن و کسانی که به فرزند هستین الله برای هر یک کدام شما فرزندهای صالح، صالحه و سالم و سالمه را نصیب گردانه. والله وقتی که میشنم همین ها را دلم زیق میشوه که دنیا فانی است، دنیا اندکی است. یعنی ببینید که بسیاری برادرها جوانان از دنیا گذشتن، یاش هستن، بعضیش 18، بعضیش 20، بعضیش 25، بعضیش 30 از دنیا گذشتن. بعضی برادرها میگن سبحان الله یعنی تا 45 رفتگیان اویلاش کار میکنم میبرای میروه، میگم من نفهمیدم که ما آزادم. تا یه روزم مثلا من نسکی بوگینی ترا و تروسکوی ترا میشتم، میگن خیلی حالت چکار کنم؟ خیلی میگم صبر کن، برای دعاش بخون. شاید که در داخل وی جین یکی وی سحر و جادو کرده باشن یا که اکروژه شی آدمایی که هستن گرد اطراف اونها را یعنی برای بد توصیه میکنن. چون الله سبحانه و تعالی فرموده است که یعنی انسان ها الذی یوسوس فی صدور الناس، یعنی انسان هایی هستن که وسواس میکنن برای بد و همچنین جن ها هم هستن که انسان وسواس میکنن. الله سبحانه و تعالی هر یک ما شما از این گونه شخصیت ها دور کنه و به نزد ما و شما الله سبحانه و تعالی انسان های صالح و صالحه و سالم و سالمه نصیب گردانه تا اینکه همیشه با طاعت عبادت الله باشیم، هر کجایی که باشیم به ذکر یاد خدا باشیم، از لهو و لعب دور باشیم. برادران عزیز با صبر باشین ان شاء الله. الصبر مفتاح الفرح. صبر کردی خرسنده ان شاء الله که از پیش است. پایانی یعنی شب تاریک روزی روشن است. خیلی میگن در خدمت الله سبحانه و تعالی فرموده است فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر بترسی که بعد از سختی یعنی آسانی ان شاء الله که خواهد آمد. فی امان الله. از دعای صالحتان فراموش نکنید. مرا و در امان الله باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.